سلام رفقا، چطورید؟ من هستم چه هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز قراره که با هم دیگه یه چالش خفن تیک تاکی ببینیم. چالش کاملا دارک، چالش کاملا رد، چالش قرمز، چالش جهنمی، چالش اصلا چی بهتون بگم، چالش دارک. اصلا این چالش از دارک وب اومده. آقا این چالش رو بچهای زیر 18 نبینن. آقا این چالش ها رو دیدین که یه دفعه میرن رو چارچوب در همه چی قرمز میشه و دیگه یه سری چیزا مشخصه و دیگه نگم واسهتون. امروز میخوام بریم چالش رو ببینیم ولی بدون هیچ معطلی. اگر حد دوست داشتید، اگر حال کردید دکمه لایک رو بزن، حالم نکردید دکمه لایک رو بزن و اگر نظری داری حتما تو کامنت بنویس و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما اون چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسط پیغامش بیاد. در من کف کرده که اینقدر این جمله رو تکرار کردم. پس سابسکرایب کن که دیگه تو ویدیوم تکرار نکنم. بدون هیچ معطلی میریم سراغ چالش جهنمی. برو بریم. به به، اینجا دو تا کاپل. وای خدای من، وای خدای. کسی رو نداریم که هی ایشون تنها. No nobody. وای پسر خودتو کنترل کن. اول ویدیو خودتو کنترل کن. هنوز مونده، چند تا مونده. نه بیبی، دیر اومدی، دیر عوض شد. خواهشاً شما چالش نرو. نه بیبی، اصلا کار تومان نیست. نه واو. هیچی نیست، فقط دارم خودم کنترل میکنم تا آخر ویدیو. اصلا چیز جذابی نیست. منم بلدم. نه من بلد نیستم. شما خواهشاً چیزی انجام نده. امان واقعا شو کرد. تو رو خدا، اگر شکنجهگر تویی، شکنجه اشتباه نیست. بله. بس دیگه حال میکنیم ما. برو بعدی. یا خدا، البته چیز خاصی نیست. بابا تو نمیتونی اصلا چیزی. دیگه شوخی نکن. دیگه چه پسری ماچ کرده. براتون کراش آوردم دخترها. خدا، تو چی میخوای بکنی؟ الان چه حرکت خاصی میتونی بزنی؟ بیا دخترم، اینم کراشتون. بیا یه فیگورم از پشت
پشت بازار رو ببین. حال کن. بیبی بیار، نه بیبی بیار واسه ما. الان خواهد بیبی بشه. البته این قیافش بیبی نیست ولی الان بیبی میشه. نکن. باز پسر اومد. با رم کن دیگه، اینقدر نزدیک نه. با اینا کن چه زاویه. پسر بود شد دختر. وای امروز شاید هوا خوبه. نه 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 شما نه نه نه. یا خدا خدا بداد برسه ما. نه وای خدای خدایا من چه گوی خوردم به این چالش دارم ریاکت میرم. وای 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 خدا. نه نیازی نیست، نیازی نیست. دست نکش لعنتی. بیا دختر را بازم واسه تون کراش آوردم. حال کنید. چه کار جذابی. نه خوشم اومد، خوشم اومد. چی انگار هیچی نبود اصلا. نگاه کنی رنگ پوسته. دیلی داره بدبخت. بازم بینم بابا اصلا سینک نیست ماهنگ. اوه بچه ها زیدش اومد. بریم آقا بریم. من غلط کردم داداش، کار من نبود. به به دوتا بیبی دوقلو داریم اینجا. نه نه اصلا هم جذاب نیست، اصلا هم جذاب نیست، اصلا جذاب. این استقلالی بود آبی کرده. خودشه؟ بعید میدونم خودش باشه. اوه نه این که خودش. نه این چیزایی هم بلدن بچه ها. ایول ایول خوشمان آمد، خوشمان آمد. این الان پسره، این الان خودش حامله میشه که. اچسبش بابا، فاصله بگیر بینم بابا. اوه بچه واسه تون کراش آوردم. پسره رو ببین، من دختره رو میبینم. برو بینم. بله بله چه زیبا، چه زیبا.
تنها مثل خودم ایناش، دقیقا مثل خودم سینگلی. قصه نخوا. چی شد؟ تو تنها بودی که. شانس میبینی؟ به خدا بابا شانس نداری. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت بنویسید. و اگر چنل سابسکرایب ندارید حتما چنل سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو میذارم پیغامش واسه حداقل بیاد. تا ویدیو بعدی میبوسمتون. بوس به همتون. پیس.